من تعریف هیچ کس خوش ندارم تعریف کنم، مبالغه هم نکردم، چاپولیسی هم نکردم، گفتم من برای حق از حقیقت میگم تا در دل شما جا. این حکومت در کار دین و دنیای ما به خدا قسم دلسوز هست، به خدا قسم دلسوز هست. ای که دستا از بیرون کار میکند که رعیت و ملت را از حکومت دور کنن، این گپ جدایی است. وقتی می آید محتسب اگر به خوبی و با موعظه حکیمانه به ما میگد ریش خود را بگذار، خوب هست، زینت مرد هست، واجب هست، بعد ما نیاید. مسلمانیم، مسلمانی باید صحبت کنیم، بعد ما نیاید بگوییم چشم. این حکومت امر به معروف میکند و نهی از منکر دارد. صفات مؤمن این است که امر به معروف، نهی از منکر. صفات منافق چیست؟ امر به منکر، نهی از معروف می نماید. ما خوش هستیم به عنوان یک مسلمان خود میگیم در اعمال ما صفات نفاق بیاید؟ هیچ کس خوش نیست که منافق وار زندگی است. همین مجاهدین، همین حکومت به خاطر حجاب تو خواهر مسلمان، به خاطر عزت و عفت تو خواهر مسلمان شهید دادن، مبارزه کردن. آمریکا اینجا چی میخواست؟ ناتو از ما چی میخواست؟ دموکراسی از ما چی میخواست؟